دیروز خودم با خودم طوفان فکری داشتیم سر اینکه طرحهای کالکشن جدید گالری که باشون همکاری میکنم چی باشن که متفاوت و خاص باشه. همین وسط مسطا بود که گربه‌های توی کوچه دعواشون شد و برای اولین بار دعوای اونا به سود من شد. شدم در لپتاپو باز کردم و شروع کردم به آماده کردن طرح و طراحی کردن برای کالکشن جدید که تصاویر گربه انتخاب شد. طرحها که آماده شدن اینجوری برششون زدم و بعد رفتم سراغ مرحله بعدی که مونتاژ طرحها و رنگ کردن بیس ها بود. رنگ کردن همیشه برام لذت بخش ترین قسمته، به خاطر اینکه بعد از اینکه رنگا تموم میشه یه خروجی خیلی خوشگل قرار داشته باشی، البته اگر سلیقه داشته باشی و بدونی چجوری طرح‌ها و رنگا رو کنار هم دیگه قرار بدی. من خودم همیشه سعی میکنم که از ترکیب تمام رنگایی که توی تصویر استفاده شده منم استفاده بکنم و بیس رو با همون ترکیب رنگا رنگ بکنم. اینجوری انگار که اون رنگا بخشی از اون بیسه و بهشون روح و وجود میبخشه. و اینجوری بود که دعوای گربه‌های توی کوچه باعث شد که این کالکشن جذاب خلق بشه. تو هم اگه دلت رفت برای اینکه یه همچین جعبه عینک یا جام دادی داشته باشی میتونی به هم پیام بدی. اگر عاشق سگ و گربه یا هر حیوان دیگه هستی فقط کافیه به هم بگی، یا اینکه اگر طرح دیگه ای دلت میخواد میتونی اون طرح رو برام بفرستی، من برات طراحیش میکنم، برات کیفیتش رو بالا میبرم و با رنگ دلخواهت برات روی بیس اجرا میکنم. اگر برات سواله کاری که من انجام میدم اسمش چیه، بعد برات بگم که این هنر اسمش دکوپاژه که یکی از زیر مجموعه های هنر پتینه هست که من به صورت کامل هر دوتاش رو آموزش میدم. میتونی توی پیج اینستاگرامم به هم پیام بدی یا توی کانال یوتیوب به هم پیام بدی و شرایط شرکت توی کلاس ها رو برات بفرستم. تا یادم نرفته کدومی که از طرح‌ها رو بیشتر دوست داشتی حتما به هم بگو، چون کمک میکنه توی اون سبک کارهای بیشتری بزنم. من خودم عاشق این جام دادیه شدم و حتما طرحشو برای جعبه عینکم میزنم، هم برای فروش و هم برای خودم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.